گفتم چماشتانت بسته کن. در خیالات ناغرق شده ملا علی. سفدا از ما شد. تو دیگه چی قسم انسان هستی؟ ایلاکو دیگه پشت و آدمه بان که آدم یک نفس راحت بگیره. از نظر سن با بیادرم نمیخونه. یک عکس آخر مانده. ایرام یک بار ببی بیادر. اگر میخواین پیش شما دو اتاقتان. پدر همراه ما چوری کار کردی؟ باز چی کردیم دخترم؟ دوستای ما تهدید کرده از ما دور میسازی؟ نیک از جگر خون کردن من لذت میبری؟ بگونی؟ مشکل لمنه زینب دا تو هست. هرچی برات میگم قبول نمیکنی. تو مثل دیگرها بوده نمیتونی. مثل دیگرها زندگی کردن نمیتونی. اگه چیزی که لازم باشه تو نکنی من میکنم. بخاطر که من پدرت هستم. متاسفانه که تو پدرم هستی. متاسفانه. کاش که تو پدرم نمی بودی. دخترم اگه پدر واقعی تا میشناختی بازه قسم نمیگفتی. سفدا آرام باش. نکو نزدیک نشو. هوش کنی نزدیک نشی. آدم پس فطرت. سارب تو نکو. درست است. حالا دیگه او توفنگچه را پایین کن. حالا درست است. به تو گفته بودم که علی را حتی لمسم نکنی. سفدا اگه فایر کنی باز هر چیزی را که برات گفتم واقعیت میشه. بفهم اگه علی بماره او وقت کلگی خود بودن. صبر کن گفتم که صبر کن. خواهر اویگار بیادر. ای چطور شد؟ تو خوب هستی؟ خوب هستم سینان. خوب هستم. سار وقتی اسلحه را پاک میکرد فایر شد. اشتباهاً فایر شد. اما تو نه سارب. بله سینان اشتباه شد. تو هم نترس جانم. من خوب هستم نترس. من کاملا خوب هستم. خدا داد. خوش آمدی. مولا صاحب ما وقتی ازگیره میپالیدم سفدا خواهر پیدا کردم. تو هم سفدا خواهر بپال شاید ازگیره بتونی پیدا کنی. خدا داد. اما در این وقت هیچ کسی را پیدا کردن نمیتونیم. حالا دیگه تو هم داخل بیا. برنجو نخود پخته کردیم. تو زیاد خوش داری. با هم میخوریم. میایم مولا صاحب. ما فهمیدم سفدا خواهر رفتنه از خاطر زیاد دقه وردی. در تنهایی زیاد خسته میشی. حالا دیگه با این چی رب داره خدا داد. حالا بیا. مولا صاحب اگه سفدا خواهر دوباره پیش شما به قبولش میکنی؟ دقیقش نشو خدا داد. نانتا بخو که یخ میشه. اگه ایزگی پیش ما بیای دوباره قبولش میکنم. به خاطر که زیاد پشتش دق شدیم.
پایگار هنوزم نمیخوای بگویی؟ چیزایی که دیدی فراموش که سارب. تمام اینا را تو مثل یک جنگ زن و شوی فکر که درست است. پایگار میفهمی چی میگی؟ او دختر تو را میکشت وقتی که قدر از تو نفرت داره. پس به خاطر چی امرایش روسی کردی؟ سارب چیزایی که برات گفتم هیچ نفهم. چیزایی که برات گفتم هیچ نبین. اونا را نبین. سیفدا خانمم است و ما یک دیگه خود زیاد دوست داریم. حداقل تو همه قدر بفهمی کافی است. سیفدا ما خوب هستم تو تشویش نکن. تو چه قسم یک مریض روانی هستی؟ همی پیشتر سرت فایر کردم نی؟ فایر کردم. اگه یک روز شوه که توسط یک مرمی بمرم باز مردن با مرمی تو را ترجیح میتم سیفدا. در دنیا یگانه چیزی که مرا زنده نگاه میکنه تو هستی. در کشتن من فقط تو حق داری. اما بفهم که اگه من حتما بمرمم بغیر از من دیگه تو از هیچ کسی هم نمیشی. نه دیگه عقل تو درست کار نمیکنه. تو هیچ خوب نیستی. تو واقعا روانیستی. اما اگه یک بار دیگه کوشش کنی که علی را به قتل برسونی هیچ فکر نمیکنم بازم این کار میکنم. مگم بار دیگه قسم نمیشه. بفهم سیفدا یکی به تو چی گفتن نمیفهمم. اما واقعا من امرای علی هیچ کاری نکردی. از این بسیار میترسم که تو را از دست ندم. یک روز حتما میفهمی که به خاطر تو ما از چی کارای منصرف نشدیم. باز امروز روز با عشق من تسلیم میشی. تو میفهمی بسیار زیاد منتظر خود موندی و مطمئن باش اگه بمرم در قلبم فقط علی خود بود. نام علی را به زبان گرفته جان خود دادم. اما قسمه که تو را از دست وادم گرفتم، اما قسم محبت اورام از قلب تو بیرون میکنم سیفدا. فهماندم. یعنی کوشش کردم که بفهمانمشان. گفتم این کار ایلا کردی اسلحه را در دستت نمیگیری اما پدرم قبول نمیکنه. نمیفهمم چه قسم بفهمانمش. آله ده چای صبح باز یک دفعه دیگه کتش گپ میزنم. بعدن باز به تو زنگ میزنم. درست است؟ پیلوت خدا جگر خون نگی. حالت چرا قسم است؟ دیشب تمام شب بر زنگ زدم اما جواب ندادی. بازم هم وین موضوع است. بیا در وقت بازم منتظر گل بودیم این زندگی به ما خار پیش کرد. هرچند به همه خارش هم راضی هستیم اما خار بدون گل امکان نداره دیگه. آی چرا نمیفهمی بیادر؟ دقان چای گل هم نصیب ما مرمی میشه. دروازه قسمت هر کس در دنیا خودش واز میشه. دنیای ما ممیز باید قبول کنیم. مرمی خون بارود. آی من خو یکان دفعه میگم خداوند لعنت کنه قسم دنیا را. این چه قسم دنیاست؟ ودت اگه من بخوایم این کار را اعلام کنم باز چی کار باید بکنم؟ تو مذاق میکنی پیلوت؟ گرچه اگه اعلام کنم چی خواد شد؟ گذشته ما کثیف است. مشکل اصلی خودم هستم. اینا مرا قبول ندارن. پیلوت نمیشه بیادر. بی کارا برفتن آمدن نمیشه. این کارای تو مارده دانه تمام مردم انداخته بفهم دیگه.
در کلاجای ما شروع ما ساختی بیادر. کل مردم هرچی دلشان میشه گپ میزنن. تو چی گفتم میری ودت؟ آی میگم که تو کورشیدی بیادر. زیاد وقت شده که کورشیدی و هیچ چیزا نمیبینی. نام تو واره یک آدم گرفته ده پشتت یک عالم پلان جور میکنن اما تو در قصهشم نیستی. بچم اگر تو درباره ای فکر میکنی که اویگار از نام ما استفاده کرده میخواست استاد علی را بکشه، ما او را به خود علی سپردیم. پس به ایمان است که او هم سپردگی خدا نگرفته. بالای آینه اویگار حتی گردام نشیشته. او آدم آزاده بیرون میگرده. تو چی میگی بچم ها؟ او اویگار کثیف نکشته؟ اگه استاد نتونسته اویگار ختم کنه پس ما میکنیم. استادم میایه در تابوت میمانش. پیلوت؟ حال نه توکچه خانم، حال نه. آدم مثل تو چطور میتونه بدون اسلحه بگرده؟ با دویگو وعده دادیم. تو خب بیازو کارا را الا کرده بودی دیگه. الا کردیم اما باور نمیکنه. یعنی دویگو باور میکنه، خانوادهش باور نداره. پدر، گذشته پیلوت تاریک بوده میتونه، اما هر کس به اندازه ما خوششانس بوده نمیتونه. بیبی پیلوت به خاطر ما یک تصمیم گرفته، گذشته خدا پاک کرده. دخترم امکان داره که آدم تصمیم گرفته باشه که انسان خوب شوه اما همراهتونه. این موضوع دیگه بسته شده. بسته نشده پدر و بستم نمیشه، به خاطر که من پیلوت دوست دارم. میفهمم که دوست داری دخترم، اما کاش که این کارا میتونست با دوست داشتن حل شوه. پدرت حق به جانب است. بالاخره معلوم داره که آدم چی کار میکنه. او کار در سابق بوده مادر. در سابق پیلوت با ما وعده داد و ای را میفهمم که برش وفا میکنه. من با وعده خود وفا میکنم. اگر بعد از این کوشش کنی با دیدن او بچه ادامه بدی دیگه دختر من نیستی. پدر مرا مجبور نسازین که دیگه تصمیم بگیرم. ای تو هستی که کار به اینجا کشاندی. ما چیزی را که میگفتم گفتم. اگر به خاطر ای که تصمیم زندگی ما گرفته مرا رد میکنین پس رد کنین پدر. دختر جان چرا چتیات میگی؟ کجا میری؟ دخترم از این دروازه اگر برآمدی دیگه هیچ وقت آمده نمیتونی. بیازده خانه‌ای که به ما احترام نکنن زندگی نمیتونه. دویگو چیگه پس دکچه چی شده؟ مامتارم میپالیدم. پیلوت اویگار میکشه. چی؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ امکان نداره. پیلوت به ما وعده داده هیچ کس را کشته نمیتونه. تو کوشش میکنی چی کنی؟ بیبی اگه کوشش کنی رابطه ما رو خراب کنی. به شما چی ربط داره؟ چی ربط داره؟ با پدرم درباره مافیا بودن پیلوت تو گفتی؟ دویگو چتیات نگو. همیال از پیشش آمد. پیلوت اسلحه را گرفته خانه اویگار رفت. تو گپای ناق زده میری شاید تا حال کشته باشیش. موبایلت جواب بده. جواب نمیده. دیدی جواب نمیده. برات خود گفتم دیگه. خانه اویگار در کجاست تو میفهمی؟ میفهمم. اینه آدرس برات روان میکنم. روان کن. روان کردم. دویگو
دویگو توکچه دخترم دویگو را دیدی؟ دیدم چند دقیقه پیش رفت از پشت پیلوت رفت فکر میکنم پیلوتم در کدام بلا بند مانده. چطور یعنی؟ این گپادی هست دیگه او زیاد دشمن داره مانع شده نتونستم رایش گرفتم استادش کرده نتونستم خاله میرال زیاد میترسم که سر او کدام بلا نبیه لطفا هر کاری که میکنین بکنین اما مانع دیدن او نشوی هر کسی که همراه او آدم باشه بدبخت میشه. خدا نگاه کنه آی خدایا آی خدایا سلام به همه. علیکم سلام. علی هرغلو را میشناسین؟ میفهمین که خانه او کجا است؟ مولا صاحب میگه مولای خود ما من میشناسم. شما مو را میشناسین؟ ما شما را نمیشناسم. نه که ما درباره یک شخص گپ میزنیم. یعنی ما ولی را که میپالام او خو مولا نیست قسمه که شما میگین. در اینجا کلگی مولا میگنش. به خاطر چی او را مولا میگن؟ هم در نماز هم در نیاز. در منطقه تو کسی نیست که برش خوبی نکرده باشه. اینقدر در پشتش گپ زدم. در یک لحظه بدونی که پلکام بزنم یک عالم پول برم داد که قرضای ما بتم. شما به خاطر چی او را میپالین؟ ما خانم سابقش هستم. درباره یک موضوعی بسیار مهم میخوایم امروز گپ بزنم. اگه به شما زحمت نشه آدرس خانه‌شم میشه برام بگوین؟ خدا داد. به خانم محترم خانه مولالی رو نشان بدی. خب سعیس امیاله. بسیار زیاد تشکر. شما هم در پیدا کردن ایزگی برای کمک کنین. خب یادتون نره. استاد علی به خاطر که بغیر از شما کس دیگه نبود پیشش برم کمکم کنه. باز پیش شما آمدم خواهش میکنم کمکم کنی. البته خیرت باشه. کدام گپ شده؟ پیلوت کس نی امو که دوست دیوگو هست همو را میکنم. بله او آدم مافیا بوده. البته علی خان وقت خبر شد باز زیاد عصبانی شد و بعد از اینکه همه کاملا مانی دیدن دیوگو همراهی او شد اما دیوگو گپ ما را قبول نکرد دروازه را زود زد و برآمد. حالا دشمنای پیلوتم در پشت او افتاده. من زیاد میترسم که در بین اونا دخترم کدام چیز نشه. کلاگی میگن که دشمنای او بسیار زیاد است. علی بشنو. پدر و مادرم میگن اگه من همراه تو باشم باز امام ضرر میکنم. برام گفتن دشمنای او بسیار زیاد است اما من گپ اونا را هیچ باور نکردم. همراهشان جنگ کردم و روی خوب نکردم. روی من از اونا گشتاندم به خاطر که تو را زیاد دوست دارم. اما مام از تو یک خواهش دارم. بعد از اینکه عروسی کردیم ازت میخوایم که این کارا را ایلا کنی. امکان داره؟ عزلم در این باره بعدم گپ میزنیم لطفا. استاد علی شما گپ مرا میشنوید؟ من دوی گوره پیدا میکنم. هیچ کس را چیز نمیشه. شما تشویش نکنین. درست است. عجله کنین امکان داره. تیز برو اکرم. تیز برو بچم. نظر به ای که اویگار نام مرا گرفته حکم صادر کرده پس به این ماناست که سرش به گردنش تنگینی میکنه. ما نباید بانیم که او را بیشتر از این حمل کنه. باید رفته به استاد علی کمک کنم. تا 10 دقیقه دیگه اونجا میرسیم. آی خانهشان کجا زیاد را مانده؟ نه او قدر زیاد نمانده. پیداش کردم. صبر کن استاد شو. آی یک دقیقه کجاست حالا بگو دیگه. اونو جست نمیبینی و نرفته رئیس. آی خوب است دیگه اما کدام خانه است؟
ازگی خدا داد. این نخو نرفتی به خاطر من موندی تو نیست؟ خب بگو دیگه خانه علی کجاست؟ تو آدرس خانه مناسب پرسان میکدی؟ بله. من وقتی ازگیرم میپالیدم او را فراموش کردم. میبخشی دیگه معرفیتان میکنم. خانم سابق ملا صاحب و ایام دوست دختر نوام ازگی. مرا زیاد دوست داره به خاطر من جای نرفته. دوست دختر چی خدا داد؟ دوست دختر چیزی نیست. او قسم یک چیزی نیست. دوست دختر چیز نیست. اما ببین این خو نرفتی به خاطر من موندی. به خاطر تو نماندم. اما اگه قسم ادامه بدی باز میرم. یعنی به خاطر من؟ بله به خاطر تو خدا داد. قار شد. ملا صاحب گفته بود انسان سر کسی قار میشه که او را دوست داره. مرا دوست داره. اکرم اسلحه اینا را جمع کو. برده در یک جای بستهشان کو تا سر صدا نکنن. از پشت ما بیا. پیلوت همراه نفرایش حولی را محاصره کرده. پیش از رسیدن از باغچه پشت سر بریم. اویگار! همونجا استاد باش. هیچ کسی از اجلش فرار کرده نمیتونه. بخیر باشی. بهش چاقو هست یا نه؟ شما چاقو رو چی میکنین بیادر؟ داتش بیادر شما چی میکنین ها؟ با خاک میگم که ما بیرون شدیم بچه. خاک راز نگاه نمیکنه. با مثل یک خبر رسانک چیغ زده به گوشه دشمنای میرسانه که تاشکافا از زندان بیرون شده. بعد از دیگه کسی در بستر خود نمیموره. درست از بیادر خوب شد بخیر گذاشته. بیا که بریم. گذشت اما ایکیش قسم گذشت از ما پرسن کو. آدمایی که شما را در زندان انداختن به خوبی گشت و گذار میکنن بیادر. اجازه ندادی که انتقامت ازشان میگرفتم. انتقام قدر سالا نیکه باید من میگرفتم میشه بچیم. او علی هروغلو بعد از دیگه در منطقه شهرشا با مرگ خواهد شد. از آمدنت خبر نداشتم. کاملا عادی است. هیچ کس نمیفهمه که چی وقت میموره. اویگار به این معناست که استاد علی دست تا در گردنت انداخته. اما اصول ما شکستاندن دست و پا نیست. مستقیم مغز باد میکنیم. پیلوت آرام باش. اول یک دفعه خو گپ ما گوش کن. بچه مگه تمام کلمات یک دیکشنری را یک جای بسازی نه؟ بازم نمیتونه مسیر مرمی که از اسلحه بیرون میشه را تغییر بده.
پیلوت نیکی فراموش کردی. تو از ما یک جان قرضدار هستی. نه به یاد دارم اما ایران به یاد دارم که او را به تو پرداختم، اما به خاطر کشتن استاد علی وقتی از نام ما استفاده کردی باز تو قرضدار ما شدی و ما به خاطر حساب عمو اینجا آمدیم. ما و قسم یک کار نکردیم پیلوت. بی کوشش میکنن که رابطه ما و تو رو خراب کنن. اگه بموری باز هیچ رابطه وجود نداره اویگار. رابطه ما با مرده ها همیشه خوب است. حالا پیلوت جواب بده دیگه. حالا صبر منتظر باش پیلوت. اگه مرا نکشی باز با تو یک چیز بسیار مهمه میگم. او هم به اندازه مهم است که میتونه زندگی تو را کاملا تغییر بده. پیش خودت نگاش کن. او تقدیر را که تو نوشته کنی من خرابش میکنم. چی میکنی؟ خانه مولا علی هم اینجاست. خب خیلی همیه. همی دروازه. تشکر. خداحافظ. روز خوش. ایده که کی است؟ میبینی در پشت دروازه علی شسته. دختر جان به تو چی؟ هر کسی که بخواه پشت دروازهش میشینه. شاید که دوست دختر نوش باشه. نی دیگه او قسم یک چیز امکان نداره. خیده او صورت دوست دختر سابقش است. این قسم هم بودن نمیتونه. تو چرا چتیات گفته میری؟ توبه درست است. حال رفته ازش پرسان میکنم. انشالله دوست دخترش مبرایه. باز وقت میفهمی که تو چتیات گفتی. همیان ازش پرسان میکنم. پرسان کو. ببخشین. راستش ما علی را کار داشتم. همینجا زندگی میکننی؟ بله خانه مولا علی است. شما کی هستین؟ من خانمش هستم.
یعنی خانم سابقش. گفتین خانم سابقش؟ بله. مولا علی را چی کار داشتین؟ یک موضوع بسیار مهم است، باید امروز گپ بزنم. من همسایش هستم. تو چه؟ ما مظلم هستم. خوش شدم. در اینجا ای قسم منتظر نباشین. معلوم نیست که مولا علی چی وقت میایه. اگر میخواین خانه ما بیاین. خانه ما اونجاست. دروازه خانهش از خانه ما معلوم میشه. وقت آمد باز بیاین. با تو باور کده ام دست چدم پیلوت. خانوادیم حق به جانب هستن. تو اسلحه را اعلا کده نمیتونی. دگو ببین، به خدا چیزی که دیدی و قسم نیست. اگه چیزی که میبینم نباشه بازم تو هستی. دگو بچه‌م بیاز و خود تو میموری. بیشتر از این از دست چیزی هم نمیایه. اویگار چرا چانست امتحان میکنی؟ اگه مرا بکشی باز دویگو خبر میشه که تو مرا کشتی. اما تو پدر و مادرشان هم خبر میشن. باز عروسی کردنی تو با دویگو مثل یک خیال پلاو میمانه. فقط یک خیال پلاو پیلوت. بچه‌م حالی فهمیدم که استاد علی چرا تو را نخواست بکشه. از دست پلانای ناق تو، از دست این مغز کثیف و لعنتی تو. مرا با جای ما ببر رجمی. امروی ما میرفتی بیادر. علی هاروغلا خبر آزاد شدن مرا باید از زندان بگیره. رئیس به خاطر علی قدر زندانی شدی. ما خو میگم ایش غرضش نگیر. به خاطر علی قدر زندانی شدی. ما خو میگم ایش غرض نگیر. غرضش نگیر رئیس. شما چی کردین بیادر؟ هر کس باید متوجه گپ زدن خود باشه بچه. خوب از بیادر، اما با این کارت کل ما را از بین میبردی. نه که ما آدمایی هستیم که به قدر آسانی بمریم ها. تو مرا با جای ما ببر. مرگ علی هاروغلو امروز شروع میشه، اما امروز با پایان نمیرسه. حالا دویگو یک بار خود جواب بده. حالا اگر جواب دادن نمیتونی پس چرا موبایل میکردنی؟ آی پیلوت، معلوم است تو چی میکنی بیادر؟ در روز روشن ما را در پیش مردم بیاب کردی. خیلی چی کنم ودد؟ وقت زندگی یک بار ازم چشم پوشی کده ای را به جواب نمیمون. آی پیلوت، همون لحظه که تو از سالا دست بکشی به ایمان است که تو مردی. درباره کدام زندگی گپ میزنی؟ صحیح ودد. تو به تیاره برو، ما که آمدم با هم گپ میزنیم. برو. گپا گوش که پیلوت. لطفاً بفرمایین. معرفیتان میکنم. سیفدا بهترین دوستم است. خانم مظلمام زن سابق مولا علی است.
دیدنتان خوش شدم. اگه میرفت بد میشد، باز داخل خواستمش. مام همچنان. بفرمایید لطفاً استاد نباشین. قهوه کمبوره بیارم؟ براتان زحمت میشه. ایتو نیست جانم، چی زحمت؟ مهمان مولا علی مهمان ما حساب میشه، اما تو نیست. البته هموتر است. خب دیگه تو هم بشیم، من قهوه جور کده میارم. شما در این مدت علی را میدیدین؟ نفهمیدم. یعنی فکر میکردم همدیگر را نمیدیدین نی؟ راستش بگویم به تشویش شدم. به خاطر چی بعد از قدر سالهای تو دفتن آمدین؟ با علی شما چی کار دارین؟ میبخشین اما شما کی هستین؟ یعنی از اینکه چندین سال نبودم ایر از کجا میفهمین؟ خب علی برام قصه کده بود. چی قصه کده بود؟ شما علی را چقدر میشناسین یا که از کجا شناختین؟ مام حالا کمه به تشویش شدم. دیگه از کجا بشناسه جانم؟ در منطقه کلگی مثل ما مشناسیش. و مولا علی درباره خود زیاد گپ نمیزنه. بله، زیاد خوش نداره که درباره خودش گپ بزنه. اما فکرم نکنم که منتظرتون بوده باشه. نظر به یکی قسم بی خبر آمدین فکر میکنم حتما کدام دلیل بسیار مهم پیش خود دارین. بله دارم. او هم یک دلیل بسیار مهم. امیدوار هستم که کدام موضوع جگرخونی نباشه، چون هیچ نمیخوایم که علی به تشویش شود. ای تو کدام موضوعی نیست، اما میخوایم به خودش بگویم خانم سیفدا. دویگو صبر کن. با تو یک چانس دادم. ده حالت گیرت کردم که سلاده دستت بود. بیبی من با دروغ مروغ زندگی کردن نمیتونم. خانم کسی نمیشم که مافیا باشه. اگه ای قسم یک فکر در سر داری مرا فراموش کن. برای خود برو. ببین دویگو تو ما وجود نداره پیلوت. تو از ما چی میخوایی؟ چی کنم؟ از ما چی توقع داری؟ روز در خانه در فکری باشم که مردی یا کس سرت فایر کده منتظر میگه پا باشم؟ ما به خاطر تو برخلاف خانوادیم شدم. در قصه گپای هیچ کس نشدم. در قصه گذشته تو کارایی که کدیام نشدم. اما تو به خاطر ما چی کردی؟ حتی یک اسلحه را ایلا کده نتونستی. بعد ازی به خاطر تو حتی یک قطره اشکم نمیریزنم. هر کس در رای خود بره. من هیچ جایی برفتن ندارم دویگو. من پیش تو آمدیم. کت تو می باشم. بدون تو آینده ای ندارم. او چیزی را که در داخل دیدی نه؟
اصلیت او چیزی نیست که تو دیدی. او یعنی اویگار در زندان کوشش کرده بود استاد علی را بکشه. ما هم به خاطر او بر آخرین بار ای کار اول آخر نداره پیلوت. یا اعلام میکنی یا هم اعلان نمیکنی. اعلام کردم دویگو. اعلام کردم. اگه یک دفعه دیگه در دست مسئله را دیدی امو دقیقه در پیش چشمای سر خود فایر میکنم. به انسان و قدر آسان نیست که در یک ثانیه سرگذشتش خط بکشه. علی از چی وقت تا حالا در این خانه زندگی میکنه؟ مولا علی یعنی فکر کنم 1-2 سال شده. فکر کنم با گفتن مولا علی عادت کرده نمیتونم. چرا؟ به نظرم زیاد نمودش میته. خوبیایی که در این منطقه کرده اگه شما یک دفعه میدیدین هم بازو وقتی قسم فکر نمیکردین. بله کمه در این باره گفتین خبر دارم، اما بازم تعجب کردم. چرا؟ نه که مولا علی در سابق قسم نبوده. نه، علی همیشه خوب بود. یعنی اصلیت انسان طبعا تغییر نمیکنه، اما در سابق قدر یک آدم دیندار نبود. کاش که بسیار وقت پیش همه چیز اعلام میکرد. یعنی میگن کل چیز از خود وقت داره. شاید در زندگی نو شما یعنی مولا علی شاید حالی هم شما را فراموش نکرده باشه. چی ربطی داره توکچه جان؟ اما تو نیست؟ وقت من از علی پرسیدم هیچ حسابش کرده بود. اما اگه یک دفعه دیگه سلاره در دستت بگیری، اگه خودمان بخوایم تو را بخشیده نمیتونم. گپ فامیل قسمت بعدی. نه بیادر منتظر چی هستیم؟ رفته سرش فایر کنه. میخوایی تاشکافا سرم فایر کنه؟ ایتیاد کو. بعد از این تو بیادر کلانم هستی بیادر. به خاطر کل چیز تشکر استادم. علی